با لبخند به چای داغی که در دست داشتم نگاه میکردم. دوست صمیمیم با کنجکاوی چشم به من دوخته بود و منتظر ادامه حرفهایم بود. من هم آه کشیدم و گفتم همه چیز از وقتی شروع شد که به کابل رفتیم. پدرم تصمیم گرفت که مدتی به کابل برویم. چون برای مادر بزرگم خوب بود. چون دلش برای دوستهای قدیمیش تنگ شده بود. خواهرهایم از خوشحالی دست می زدن و برادرم هم مشتاق بود. اما من حس عجیبی داشتم. ترکیب از هیجان و دلهره. خب بالاخره وقتی به کابل رسیدیم در خانه خالم ماندیم. کابل برایم جدید و متفاوت بود. خیابانها شلوغ، بوی نانهای تازه از نانوایی‌ها و کوچه هایی که انگار هر کدام داستانی برای گفتن داشتند. اما بزرگترین تفاوت کسی بود که در آن خانه دیدم. مصطفی، پسر خالم. تا آن روز هیچ وقت او را ندیده بودم. خانواده خالم در کابل زندگی می کند. به خاطر همان هم رفت و آمد ما خیلی کم بود. اما مصطفی، او با قد بلند، لبخند آرام و نگاهی که انگار حرفهای زیادی برای گفتن داشت. خیلی زود توجه مرا جلب خودش کرد. در روزهای بعد بیشتر با هم آشنا شدیم. او مهربان بود، شوخ‌طبع و پر از حرفایی که شنیدنش برایم لذت بخش بود. هیچ وقت فکر نمی کردم کسی بتواند در این مدت کوتاه تا این حد در دلم جای بگیرد. و بعد هم آن شب به یاد ماندنی رسید. خانواده مشغول صحبت بودند. من هم در گوشه حیاط نشسته بودم که مصطفی آرام کنارم آمد. لحظه سکوت کرد. انگار دنبال کلمات میگشت. بعد با صدای آرام گفت مریم، من چیزی در دلم دارم که باید به تو بگویم. قلبم محکمتر از همیشه میزد. اما لبخند زدم و گفتم بگو مصطفی. او نفس عمیقی کشید و مستقیم در چشمانم نگاه کرد. من دوست دارم مریم. میخوام با تو باشم. میخوام از تو خواستگاری کنم. چای در دستم بود و میلرزید. انتظارش را داشتم اما نه اینقدر زود، نه اینقدر مستقیم. خب من هم کمی ناز کردم. نگاه از او دوست دیدم. اما در دل طوفانی به پا شده بود.